5 سال دیگه که به امروز نگاه میکنی یکی از این دو جمله رو میگی: تونستم زندگیم رو متحول کنم یا نه؟ من هنوز دقیقا همون جایی هستم که بودم. و دلیلش یه کتاب فوق‌العاده یا یه ویدیوی انگیزشی یا یه اپلیکیشن مدیریت زمان که دانلودش کردی و فراموشش کردی که اصلا وجود داره نیست. دلیلش یه تصمیم کوچیکه که هر روز میگرفتی. این تصمیم پر زرق و برق نیست، چیز جذابی نداره، دوستات رو تحت تاثیر قرار نمیده، اما همه چیز رو عوض میکنه. این تصمیم کاریه که با اولین ساعت روزت میکنی. چون واقع بین باشیم، بیشتر آدما وقتی بیدار میشن قبل از اینکه صورتشون رو بشورن گوشیشون رو بر میدارن و شروع به مصرف رندوم ترین محتوا میکنن. اینستاگرام، پیام، اخبار، ویدیوهای گربه، هر چیزی که براشون جذاب‌تر باشه. اما یه چیزی هست که هیچ کس در موردش حرف نمیزنه. اولین ساعت بعد از بیدار شدن زمان اوج کارکرد مغز شماست. توی این بازی زمانی شما متمرکزتر، خلاقتر، منظمتر و از نظر احساسی و مودی پایدارتر از بقیه روزید. مثل این میمونه که ذهنتون تازه از کوره بیرون اومده، نرم، منعطف و قابل برنامه ریزی. دانشمندا برای این حالت یه اسمم دارن: نوروپلاستیسیته. معنیش به زبان ساده اینه که مغزت مثل سیمان خیس میمونه. توی هر قالبی بریزی همون شکل رو میگیره. اگه مشغول اینستاگرام و چرت و پرت بشی، حواس پرتی رو توی ذهنت تثبیت میکنی. اما اگه برنامه ریزی کنی، حرکت کنی و یاد بگیری، رشد رو تثبیت میکنی. به همین سادگی. به همین دلیله که افراد موفق از صبحاشون مثل جونشون محافظت میکنن. چون واقعا هم همینطوره. اونها فقط برای با کلاس بودن یا پوز دادن توی اینستاگرام زود بیدار نمیشن. اونها این کار رو میکنن چون اون یک ساعت مزیت رقابتی ناعادلانه اونهاست. بدون نوتیفیکیشن ها، بدون ایمیل، بدون شلوغی، فقط زمان تمرکز محض برای ساختن اون نسخه ای از خودشون که واقعا میخوان باشن. و قسمت هیجان انگیزش اینجاست. لازم نیست آدم سحرخیزی باشی. لازم نیست یه روتین 500 مرحله‌ای مثل اشتون هال داشته باشی یا ساعت 4 صبح بیدار شی. فقط به یه ساعت نیاز داری که کنترلش دست تو باشه، نه الگوریتم‌ها، نه کمپانی‌ها، نه اینستاگرام. پس تو اون یه ساعت واقعا باید چیکار کرد؟ اینجا قراره یه برنامه کاربردی رو ارائه بدیم که شما میتونید از فردا شروعش کنید بدون حاشیه. فقط 5 حرکت که به مرور زمان تأثیرشون رو چند برابر میکنه. مرحله اول: آب بنوش. بعد از 6 تا 8 ساعت خواب بدنتون واقعا تشنشه. اون احساس گنگی و گیجی مغز که صبح دارید اغلب به خاطر کم‌آبیه. پس اولین کاری که میکنید یه لیوان بزرگ آب سر بکشه. زیاد بهش فکر نکنید و دنبال فکتای علمیش نرو. در عرض چند دقیقه احساس سرحال بودن میکنید. مرحله دوم: بدنت رو به حرکت در بیار. آره، حتی یه ذره. لازم نیست حتما بری باشگاه. فقط چند تا حرکت کشیشی، پیاده‌روی یا چند تا حرکت پروانه برو. هر چیزی که خون رو به جریان بندازه. به بدنت یادآوری کن که بیداریم. حرکت سیستم عصبی رو فعال میکنه و به مغزت میگه وقتشه که متمرکز شی. مرحله سوم: یه هدف تعیین کن. نه 50 تا، نه یه لیست بلند بالا از کارها. فقط یه هدف اصلی برای اون روز. اون یه کاری که اگه انجامش بدی بقیه روزت آسان‌تر یا معنادارتر میشه چیه؟ اون رو روی کاغذ بنویس، توی ذهنت نگهش ندار. این کار به مغزت یه مأموریت روشن میده، مثل یه قطب‌نما برای ساعات آینده. مرحله چهارم: چیزی یاد بگیر که واقعا مهمه. 5 صفحه از یه کتاب، یه پادکست آموزشی، یه ویدیویی که داره آموزش میده و کاربردیه، نه حواشی، نه شایعه، نه چرت و پرت. یه چیز واقعی. توی یه ساعت میتونی یه ایده جدید، یه نگرش متفاوت یا یه مدل ذهنی یاد بگیری که شاید 5 سال آزمون خطا رو برات ذخیره کنه. مرحله پنجم: از این 1 ساعت مثل یه گنج محافظت کن. بدون پیام، بدون اسکرول، بدون چک کردن اینستاگرام. این 1 ساعت کاملا متعلق به توه. بعدا میتونی برگردی به دنیای اسکرول کردنت. اما توی این 1 ساعت برای جهان در دسترس نباش، چون این ساعتیه که داری آیندت رو میسازی. بیا یه لحظه به این ایده نگاه کنیم. 1 ساعت در روز شاید زیاد به نظر نرسه، اما حساب کتاب کن. 1 ساعت توی روز میشه 365 ساعت توی سال. این یعنی بیش از 2 هفته کامل خودسازی هدفمند و متمرکز که اگه این رو به مدت 5 سال ادامه بدی میشه بیش از 1800 ساعت. معادله یه مدرک کارشناسی ارشده. و همه اینها فقط با یه تصمیم شروع میشه. تصمیم به هدر ندادن بهترین زمان مغزت برای محتوای بی‌ارزش. تصمیم به پس گرفتن صبحات به جای تقدیم کردنش به حواس پرتی. ببین، تو تنبل یا بی‌انگیزه نیستی. تو فقط توی سیستمی گیر افتادی که طراحی شده تا تو رو سرگرم و منفعل نگه داره. اما به محض اینکه کنترل اون ساعت اول رو به دست میگیری همه چیز تغییر میکنه. تمرکزت بهتر میشه، حال روحیت بهتر میشه، تصمیم‌های بهتری میگیری و به خودت بیشتر اعتماد میکنی. و وقتی به خودت اعتماد کنی دیگه با رویاهات ور نمیری یا بیش از حد بهشون فکر نمیکنی و شروع به عمل کردن و عملگرایی میکنی. دیگه تماشاچی زندگی نیستی، خالقش میشی. این
قدرت یه ساعت ساده است که هر روز انجام میشه بدون اینکه انگیزه بخوای. شاید بعد از یه روز یا حتی یه هفته چیزی حس نکنی، اما 90 روز ادامه بده. بعد که به عقب نگاه کنی میگی وایسا ببینم یه چیزی فرق کرده. حس میکنی بیشتر شبیه خود واقعیت هستی، نه اون کسی که تا نیمه‌های شب تو گوشیش گیر کرده، اون کسی که واقعا کارها رو به انجام میرسونه، اون کسی که چیزی میسازه.